هموطنان عزیز، جشنی برای هر یک فرزند تاجیکستان مقدس و مبارکی 33 سالگی استقلال دولتی فرا رسید. به افتخار این جشن بزرگ ملی که دستاوردی واقعا تاریخی و سرنوشت‌ساز می باشد، تمام مردم سربلند کشور و هموطنان برون مرزیمان را صمیمانه تبریک میگویم. از جانب خرد و بزرگ مملکت با شکوه و شامت و با خوشحالی و خرسندی تجلیل گردیدن جشن استقلال نشانه واضح و روشنی آن است که مردم شریف تاجیکستان به قدر آزادی و صاحب اختیاری، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی میرسند. به تاریخ پر افتخار تمدن باستانی، زبان، فرهنگ، رسم و آیین‌ها و سنت و عنعنه‌های ملی خود همچون ارزش‌های بی‌بها و جاودانی احترام و ارج می‌گذارند. با کمال افتخار و سرفرازی ابراز می‌دارم که رسیدن به استقلال سیاسی و تأسیس دادن دولت صاحب اختیار بزرگترین، مقدسترین و مهمترین پدیده تاریخ معاصر خلق تاجیک می باشد. این رویداد بی‌نظیر همچون آغاز تحولات بنیادی در سرنوشت ملت باستانی تاجیک، زمینه استوار خودشناسی ملی مردم ما را فراهم آورد. به خاطر حفظ منفعت‌های ملی و آغاز تشبث‌های سازنده عامل متحدساز گردید. استقلال و آزادی برای هر یک فرد تاجیکستان ارزش مقدسترین، ثروت گرانبهاترین و سرچشمه سعادت به حساب می رود. امروز به شرافت استقلال دولت تاجیکستان از جانب جامعه جهانی اعتراف گردیده کشور عزیز ما به عضویت کل سازمان‌های با نفوذ دنیا پذیرفته شده است. از این لحاظ قرض انسانی و وظیفه شهروندی ماست که همیشه شکرانه این نعمت بی‌بها را به جا آوریم و آن را چون گهورک چشم حفظ نماییم. رسیدن به چنین روز با سعادت و در جامعه جهانی حقوق و آواز برابر با دیگر کشورها را نایل شدن آرمان دیرینه خلق ما بود. ولی تاجیکستان ما هنوز در روزهای نخستین استقلال دولتی، یعنی ابتدای سالهای 90 عصر گذشته، با گرداب مخالفت‌های شدید داخلی، جنگ تحمیلی شهروندی و فاجعه برادرکشی گرفتار گردید. در نتیجه ملت تاجیک به خطر پراکنده شوی روبرو گردید و دولت جوان تاجیکان در آستانه نابودی قرار گرفت. یعنی بدخواهان ملت تاجیک و دولت تاجیکان یک سرزمین آباد و خرم، یک ملت باستانی و
معتمدین را به خاک و خون کشیدند و ساکنان این آب و خاک مقدس را به قشاقی و محتاجی رسانیدند. مردم شریف تاجیکستان آن ضربه جانکاه و روزهای سخت و سنگین پر از دهشت و مشقت را فراموش نکردند و هرگز فراموش نمی کنند. هموطنان عزیز، در آن مرحله حساس تاریخی محض به شرافت میل و اراده قوی و دستگیری و پشتیبانی مردم شریف تاجیک، دولت تاجیکان از ورطه هلاکت نجات داده یگانگی حدود کشور حفظ کرده شد. همزمان با این فعالیت ارکان و ساختارهای فلج شده دولتداری برقرار گردیده بیش از 1 میلیون گریزه های اجباری به وطن برگردانیده مردم سرجم و ملت تاجیک از خطر پراکندگی نجات داده شد. رمزهای دولت صاحب استقلال قبول کرده شدند. صلح و ثبات و وحدت ملی تأمین و اصلاحات سیاسی و اقتصادی آغاز گردیده بحران شدید و فراگیر اقتصادی به اعتدال آورده شد و روند احیای ارزش‌های ملی سمت و سرعت یافت. با عملی گردیدن اقدامات ذکر شده برای زحمت آبادگرانه مردم شریف تاجیکستان و در نوبت اول جهت برقرارسازی بعد جنگی، یعنی برطرف نمودن عاقبت‌های جنگ تحمیلی شهروندی، زمینه‌های ضروری گذاشته شدند. قابل ذکر مخصوص است که تاجیکستان در سالهای صاحب استقلالی در عرصه عالم مقام و منزلت شایسته پیدا کرد و در حل یک سلسله مشکلات سطح جهانی از جمله در مسئله های آب و اقلیم سهمی نظررس گذاشت و همچون کشوری پیشرفت و تشبثکار مورد احترام و اعتراف قرار گرفت. یعنی امروز جامعه جهانی تاجیکستان را نه تنها میشناسد و اعتراف میکند، بلکه تشبث‌های بین المللی آن را پشتیبانی و دستگیری می نماید. در سالهای صاحب استقلالی ساحه‌های علم و معارف، تندرستی، حفظ اجتماعی اهالی و رشد فرهنگ ملی در مرکز دقت حکومت مملکت قرار داشتند و به دستاوردهای نظررس نائل گردیدند. طی دوران صاحب استقلالی تمام امکانیت و ذخیره ها برای تأمین نمودن رشد استوار اجتماعی و اقتصادی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم کشور سفربر کرده شدند. در نتیجه سطح کمبزاعتی از 83% سال 1999 تا به 21.2% در سال 2023 کاهش داده شد. با مقصد ادامه دادن این روند در پیام امساله پرزیدنت به حکومت مملکت سپارش داده شد که در 7 سال بعد سطح کمبزاعتی تا به 10%
پس کرده شود. در دوران استقلال دولتی ما تمام سعی و تلاش خود را در دایره 4 هدف استراتژی ملی تامین نمودن استقلال انرژتیکی کشور، از بنبست کمونیکاسیونی رهایی بخشیدن آن، حفظ امنیت آزقواری و صنعتی کنانی با سرعت مملکت متحد ساختیم. در این دوره با زحمت صادقانه مردممان بیش از 2200 کیلومتر راه، 10 کیلومتر نقل و صدها پل جوابگو با معیارهای جهانی بنیاد کرده به یکی از هدفهای استراتژی خود نائل گردیدیم. یعنی تاجیکستان 3 پارچه را به یک قلمرو واحد تبدیل دادیم و کشور محبوبمان را از بنبست کمونیکاسیونی رهایی بخشیده آن را به مملکت ترانزیتی مبادل ساختیم. تنها از فیض و برکت استقلال ما امکان پیدا کردیم که بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون را آغاز نموده، ساختمان این انشاءات عظیم را وسعت بخشیم و اگریگات های اولین آن را به کار اندازیم. همزمان با این نیروگاه های سنگتوده 1، سنگتوده 2 و 10 نیروگاه های میانه و خرد بنیاد کرده 75% شبکه های انرژتیکی مملکت را تجدید و بنیاد کردیم. تجدید و سازی پوره نیروگاه سربند را به انجام رسانیدیم و نظام یگانه انرژتیکی کشور را به وجود آوردیم. امروزها بنیاد نیروگاه راغون و کارهای تجدید و برقرارسازی نیروگاه‌های نارک و قیراقم با سرعت ادامه دارند. هموطنان عزیز، سالهای آخر مردم سیاره بر اثر تغییریابی با سرعت اقلیم و عاقبت‌های ناگوار آن، کم‌آبی و خشکسالی پیاپی، آفت‌های طبیعی و پهن‌شوی بیماری‌های سرایتی با مشکلات بسیار جدی روبرو گردیدند. علاوه به مشکلات اکولوژی، خصوصاً 4-5 سال آخر اوضاع جهان تا رفت مرکب و پیچیده گردیده، یراقناک‌شوی با شتاب، جنگ سرد، تهدید و خطرهای زمان معاصر از جمله تروریسم و اکستریمیسم، جنایت‌های کیبری و دیگر جنایتکاری‌های متشکل فراملی روز به روز وسعت پیدا کرده ایستادند. یادآور می‌شوم که تأثیر منفی تهدید و خطرهای معاصر و مشکلات ذکر شده به تاجیکستان عزیز ما نیز رسیده ایستاده است. در چنین دوره نارام ما باید برای حفظ استقلال و آزادی و دستاوردهای آن همیشه هوشیار و آماده باشیم و در غفلت نمانیم. تأمین نمودن امنیت و ثبات و آرامی در مملکت نه تنها یکی از افضلیت‌های سیاست حکومت می باشد، بلکه وظیفه اولین درجه هر یک شهروند با ننگ و ناموس کشور به حساب می رود. زیرا عملی گردیدن
آرمان و آرزوی هر یک شخص تنها در صورت پابرجا بودن صلح و ثبات جامعه و دولت و وحدت ملی امکان داشته میتواند. در این راستا ما باید نسل نورس و جوان را با تاریخ بسیار قدیمی و شکوهمند و پرافتخار ملت تاجیک با مقام و منزلت زبان شیرین و شاعرانه تاجیکی، با فرهنگ رنگارنگ و غناوتمند باستانی، رسم و آیین‌ها و سنت و عنعنه‌های دیرینه ملی هرچی بیشتر آشنا نماییم. ما باید در ذهن و شعور آنها حس بلند ملی، افتخار وطنداری، ننگ و ناموس و محبت و صداقت به وطن را تربیت کنیم. محض با همین مقصد نجیب ما تصمیم گرفتیم که شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی را چون کتاب باباجان غفورов تاجیکان نشر نموده به هر خاندان تاجیک تحفه نماییم. زیرا شاهنامه محضر درخشان استقلال و آزادی، وطن دوستی و وطن پرستی، افتخار ملی و حفظ مرز و بوم سرزمین مقدس آریایی ما می باشد. چند روز پیشتر به خاطر باز هم بلند برداشتن حس ملی و خودشناسی و خودآگاهی مردم از جمله نورسان و جوانان باز یک آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی را اعلان نمودیم. امروز روند آبادانی و سازندگی وطن محبوبمان با سرعت ادامه دارد. ما باید تمام سعی و تلاش خود را برای باز هم وسعت دادن کارهای سازندگی و بنیادکاری سفربر سازیم. یعنی از خانه و کاشانه و محل زیست خودمان سر کرده تمام شهر و نایه‌های سرزمین اجدادیمان را تا دوردستترین دهات آن آباد و زیبا گردانیم. اعتماد کامل دارم که با کار و فعالیت وطن دوستانه و صادقانه تمام افراد باننگ و ناموس وطن ما در سالهای نزدیکترین همه مشکلات موجوده را برطرف کرده جشن با شکوه 35 سالگی استقلال دولتی را با دستاوردهای باز هم بزرگ استقبال می‌گیریم. با ابراز چنین نیت‌های نیک جشن 33 سالگی استقلال دولتی را بار دیگر به کل مردم شریف تاجیکستان و هموطنان برون مرزی امان صمیمانه تبریک میگویم. به همه آنها خانه آباد، سعادت روزگار، صلح و آرامی که اساس خوشبختی خلقمان و آبادی و سرسبزی وطن محبوبمان می باشد، اینچنین کامیابی و براری کار آرزو می نمایم. بگذار صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی در تاجیکستان
عزیز ما همیشه پایدار و عمر استقلال ما جاویدان باشد. همیشه سلامت و سرفراز و بختیار و کامگار باشید هموطنان عزیز. جشن 33 سالگی استقلال دولتی به هر خاندان کشور و هموطنان برون مرزیمان مبارک باد.